لیگ چمپیون‌های آسیا مرحبا. اینک شما دیروز دسته عبدالحی قطر جهتی اشتراک در بازی دور اول لیگ چمپیون‌های آسیا بعد دوشنبه تشریف آورد. سرمربی این دسته یک از فوتبالبازان شناخته هرنان کرسپو، سابق بازیگری دسته چلسی، لاتسیو، میلان، اینتر، پارما و منتخب آرژانتین گروه فوتبالبازان را به دوشنبه آورد. متاسفانه فیلیپو کوتینیو که ما او را اینجا انتظار بودیم از سبب لت برداشتن به دوشنبه نآمد، اما دیگر بازیگران بودند. اینها صلاح زکریا، شهاب الیتی، محمد سعید، محمد موسی، محمد نعیمی، یوسف ایمن، خالد محمد، اسماعیل محمد، لوئیس جونیور. این بازیگر برزیلیایی که با شهروندی قطر را قبول کرده است. الماز علی، بهترین نشانزن چمپیونات آسیا در سال 2019. میشل اولونگا از کنیا، عبدالعزیز محمد حسن، عبدالرحمن مصطفی، سلطان البورایک، ایساق لحاظی از فرانسه، فاریس امیر، ابراهیم بامبا از ایتالیا، همچنین اسیم مادیبو، رشید عبدالله، محمد موتری، کیم مون هان از کره جنوبی، روبن سیمدو از پرتغالیا. اینها هستند بازیگرانی که یک جایه با هرنان کرسپو به دوشنبه آمدند و آنها را خیلی خوش در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال کردند. اکنون پگاه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دسته استقلال دوشنبه با عبدالحی قوه میسنجد و این یکی از بازی‌های اساسی خواهد بود. در گروه اصلا پرسپولیس و همچنین عبدالحی بهترین دسته ها به حساب می روند و از سبد های یکم و دوم به این گروه شامل شدند. خوب بیایید به ورزشگاه می آییم و دسته استقلال را مخلصی میکنیم. क्या मेरा